پناهگاه ما سلقینی سایه. کجا می‌ایستید در همین من گرمی؟ اکثر وقت در خونه ام بچه جان. بیرون همه برای در این گرمی؟ میبرم بیرون. اگر بیرون برم دویده سایه میجویم برای جوری سودا میکنم. در کجا می‌ایستید با 24 تا؟ سلقینی نمی‌ایستم بچه. ما بچه جان هم دوله می‌دارم هم دیل دارم نمیتونم. کانال هستم میریم اونجا دام میگیریم. اونجا آب برزا تلفن یا اونجا بریم آبازی. شما چی خواهر جان؟ من فکر خونه بسیار خانه به می‌ایستید. بسیار خونه دارم. ما بسیار دفتر نمی‌کردم. بسیار در خونه ها اون مثال می گرمی در خونه ها مثال چی میگن ماشین وای کنسانی رو هست هایت استفاده بوده مثال این ما کسل شده موزر اومدم دوباره کم همه درمان شده بخون نمیتونم مفتوح داشتم نبشه ممکن نیست هر یارچه درو میکنم کم طرف گفتم بشینم شما چی خواهر جان؟ من اون گمی تا گمی هرچه کم تر ساقی شدن جامعه شکی دل سیز میشه نفس گیر میشه یعنی یگان فرزندتون از حساب همین گرمی یعنی بیهوش شده است یعنی نفس گیر شده است یا یگان خیر شده است؟ آه کایسته بیام گرمی فرزندم آواز یک کانیکول کی هسته شلوغ بردگیم یک آدم من میکنیم دیگه در افتاده میستیم سیگی کارو میکنیم موزی من پاسپورت برای زکات پاسپورت برای پاسپورت برای پاسپورت شما در همین گرمی شما برآمده چیکار میکنیم ایلاج نیست دیگه زندگی میخوام مجبور تا است چیکار میکنیم دیگه حیات میاد فقط در خانه در تاگی کاندیشنر حاضر چشم رو مجبور کرد که در این گرمی هوا زندگی مجبورم کرد شهر با درختای کلان بسیار بوده پرتفتن سایه میدون باید نمیبریدن درختایا باید نه یک علاج میکردن که سایگی بسیارتر شود یکمش دویمش که در شهر یکم جا شما دیدید که آدپراوت باشد میگردیم بوده کتی آب گرفته میگردیم تشتگیم دکترش که خانه نبود که جای پناهجویی در کجا هست خودی کسل نشه بهترش نبود مثلا در اون جای آبازی مثلا اون جای یعنی شما با آبازی از گرمی پناه میجوید نه ما هم جای اگان درخت برای دو جای سویه خانه داشتن گرمی داشتن بسایگی بسالخینی خوب باشون در جای کار اصلا جای جمعیتی دار فشار خون دارم یک خمه ایجاد میکنم اینجا دم میگیرم از خانه پترلیم سفته نمیاد